برنامه رو خطاب به بسیجی ها و درواپس ها و همه درب و داغونای نظام شروع میکنم تا بفهمن چرا باید این برنامه رو ببینن. آیا دلتون گرفته؟ آیا هر روز داغونتر از روز پیش هستین؟ آیا از انواع و اقسام توپوزی ها و کفگرگی های تاکتیکی و استراتژیکی خسته شدین؟ ما تو این برنامه هیچ پیشنهادی برای شما نداریم. ما هم مثل شماییم. کدوم احمقی هست تو نظام که فکر کنه راه حلی هست و ما بهتون نمیدیم؟ آیه دکتر، با این مقدمه چند سوال تستی از شما میپرسم به عنوان فتح باب. چی مقدمات همچینم مقدمه نبود، بیشتر مؤخره بود که ببندیم در دکونو بریم ناکس. ولی حالا بپرسی که چه کارت کنم این وسط. سوالات تستی. مگه این چیز که بهش میگیم برجام زهرجام نبود؟ چرا؟ یه چیزی هم تازه اونورتر زهر مارجان بود. مگه مقام عظما زهر و ننداخته بالا؟ چرا؟ مگه این دست و پا زدن ما رو سوزش همین زهرماری نیست؟ چرا؟ پس این کمیسیون بررسی برجام واسه چی راه افتاده؟ کار که از کار گذشته دیگه، چه بررسی های دکتر؟ حالا دیگه این میمونه که جنازه افتاده همونجا رو زمین، بعد دکتر بیاد هی گوشی بذاره اینجا و اونجا، بعد از این چوبا بذاره رو زبونش بهش بگو اینا اینجوریه. پس بالاخره برای چی کمیسیون بررسی میذارن؟ خب دیگه خوردن قضیه به بسیجی مسیجیان برای خودش یه کاریه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه باباش مرد، بعد نمیدونه چطوری به ننش بگه رفت کن مامان بابا امروز تو قمار همه خون زندگی رو باخته. مادر عصبانی شد، گفت الهی جز جیگر بزنه، الهی تیکه تیکه بشه، الهی جنازه شو بیاره خونه. مشنگه تلفن گیره گفت بچه‌ها سریع جنازه رو بیارین خونه. روشن شد یا تلفن بزنم متن ترجمه شده برجام برات بیارم. آیه دکتر، موضوع بعدی، این جناح دلارام مثل گربه میمونه، هر طوری که میندازش برای چهار چنگولی میاد رو همون خطی که عظما بهش میگه نفوذ. دل جناح دلواپس رو خون کرده. بهشون میگن روحانی با اوباما ملاقات نکنه، حتی اتفاقی و تو صف ته راهرو اینا هم حق ملاقات ندارن. میگن باشه، ولی ظریف میره اتفاقی باش دست میده. خب دیگه شعورشون هم نمیرسه که دعوا که سر ظریف و روحانی و این حرفا نیست که سر خود ملاقاته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفت ثبت احوال گفت آقا اسم من خیلی زایه میخوام عوضش کنم. گفتن چیه که میگی زایه؟ گفت فریدون گنداب. به گفتن که خیلی متاسفیم برات، چون قانون جدید اومده که نمیتونیم اسم همجوری عوض کنیم. طرف کلی عیز التماس کرد، گفت آخه مورد من استثناست، نگاه کنیم ببینید چه اسم بدی دارم اینا. بالاخره دلشون به رحم اومد و گفتن باشه تو رو استثنا میکنیم چون دیگه فریدون گنداب خیلی زایه. حالا چی بذاریم اسم تو؟ گفت بذارین هوشنگ گنداب. روشن شد یا همچی بذارم که بری اسم تو عوض کنی تهران روی سازمان ملل. این داستان توپوسی سنگین رد درخواست ملاقات وزیر خارجه عربستان چرا پیش اومد؟ ظریف شورش نمیرسه که تو این هیری ویری درخواستای هپروتی نکنه؟ یه کم نیست بهش بگی آخه تو که عقل شعورش رو درستابی نداری، خب غلط میکنی آدم اونا رو در میاری که میفهمن چه کار میکنن دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه زبونش تو دستگاه آبربانک گیر کرده بود. همه جمع شده بودن که طوری این زبونه رو بکشن بیرون. پرسیدن زبون تو دستگاه آبربانک چه کار میکرد؟ مشنگه گفت هیچی، همه که کارتمو وارد کردم اونجا نوشته اومد گفتش که زبان خود را وارد کنید. خدایا من هیچی نمیگم، ببینم خودت چه تصمیمی میگیری سر این چیزا. دکتر حاجی روحانی رفته بود نیویورک چیکار؟ آیا به هدفش رسید یا نه؟ من نمیفهمم این چه بحثیه تو اینجا باز میکنی ای ناکس. یعنی خودت عقلت نمیرسه اون وقتایی که تا تهش وای میستاد و تا بیرونش نمیکردن از نیویورک بر نمیگشت، از تو فرودگاه تازه تلفن میزد مثلا به چی رسید که حالا که خودش میگه سفر رو نصف کاره ول کردم مثلا به چی برسه؟ خوش به حال اونایی که به پوچی رسیدن، اقلا به یه چیزی رسیدن. کل شکم زابون زده بودن که بالاخره یه ته راهروی یه جایی
با این دستشویی بالاخره یک ملاقاتی جور میشه. ولی قصر رویا همون تبدیل شد به یک زیرزمین 40 متری اجاره‌ای. آیه دکتر، توی نیویورک مرکز تجارت جهانه نمیشد حاج آقا روحانی چند روز بیشتر میموندن به اون ظریف ترتیب 4 تا ملاقات و قرارداد و اینا رو میدادن که اینطوری از این بدبختی نجات پیدا بکنید؟ خب آخه قربونت برم، جون اونی که به تو استراتژی یاد نداد. آخه قربونت برم، همچین میگی انگار قرارداد دست به سینه همینجوری صف کشیده بودن براش، بعد اینا نخواستن برن سراغشون. قربونت برم، نیویورک برای بقیه مرکز تجارته، برای ما کویر لمیزره هم نشد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زبان عرض میکردن، بله میفرمودن که مگسه با بچهش نشسته بودن رو سر یک کچلی. بچه مگسه گفت مامان تشنمه. مگسه گفت آخه بچه جون، تو این بیابون لمیزره بیابو علف از کجا برات آب گیر بیارم؟ روشه شد یا با یه مثال دیگه قضیه رو عین پاشنکش برات جا بندازم. من قانعم، نمیخواد توضیح بیشتر من که خودم صاحب بحثم، میگم نصف حرفا مونده، تو چجوری میگی کشکی قانع شدم؟ تو که قانع نشدی. قانع شدن خودمه، میخوام کشکی قانع بشم، به کسی چه مربوطه؟ سابقه هم دارم. تو ایام جوانی مادرم شک کرده بود که سیگار میکشم، زنگ زده بود به ده دایم بیاد نصیحتم کنه. نزدیکای ظهر دایم رسید، وضو گرفت، نمازشو خوند، ناهار خورد، خیلی ساده و خاکی اومد پیشم، رو مبل نشست و یه سیب برداشت، گفت عزیزم این سیبو میبینی؟ گفتم بله دایی جون. گفت دیگه سیگار نکش. تو عمرم اینطوری قانع نشده بودم. خب ببینم، من دایی نیستم که از این شیرهای کشکی سر من بخوای بمالی، فهمیدی یا نه؟ یه بارم اومدیم با صلح و صفا تمام کنیم، انگار سق این برنامه رو با دعوا برداشتن. آخه خونت آباد زدی عضما رو کلکوپر کردی. من کردم. بس رو هم میکشونم به سیب دوباره رد میکنی. قربونت برم. وزیر خارجه آخه چه کاری بدبخت فلک زده داری؟